إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سوره بقره شروع میشه. قبل از شروع کردن تفسیر سوره بقره بعضی لطایف یا ثمراتی که خیلی مهم است ما و شما بدانیم که سوره فاتحه چقدر لطیفه ها و ثمره های داشته. از جمله ثمرات خیلی مهم شما جمع‌آوری کردیم به او خاطر به خاطر معلومات زیادتری برادرها و خواهرها باید که از سوره فاتحه چی ثمرات و نتیجه گرفته میشه جمع‌آوری کردیم. او را بیان میکنیم به این خاطر که برای ما واضح شود که سوره فاتحه یقینا چقدر علومی را الله تبارک و تعالی در این صورت گنجانیده. از این خاطر بعضی مطالب یا ثمرات سوره فاتحه را بیان میکنیم. بعد از او تشریح و تفسیر سوره بقره را ان شاء الله شروع میکنیم. از جمله ثمرات یا نتایج یا کسی بعضی علما و مفسرین به نام لطایف یا باریکات سوره فاتحه یاد میکنه او را، یعنی علومی که تعلق به زیرکی داره. انسان بعد از تأمل دریافت میکنه که سوره فاتحه چه مسائلی را در ضمن خود داشته. اول آغاز سوره فاتحه به ثنا و صفت الله تبارک و تعالی شده، یعنی اولش بیان ثنا و صفت الله تبارک و تعالی است. در مابین الله تبارک و تعالی التزام عبادت و استعانت ذکر میکنه، یعنی بنده اظهار عزیره میکنه که یا الله ما عبادت تو را میکنم و از تو استعانت طلب میکنم، عبادت ما بدون استعانت تو ممکن نیست. در خاتمه دعا را ذکر میکنه. سه مرحله بندگی یک مؤمن است. مؤمن باید امی سه مرحله را طی بکنه، او وقت به نتیجه یا در جمله او طایفه شمار میشه که الله سرش انعام کرده. اول باید مقام ثنا و صفت الله را پیش ببره یا الله را بشناسه به صفاتش. بعد از او میرسه به ای که برش این مسئله حاصل میشه که عبادت الله را خاص برای الله میکنه و در همه امور تکیه و اعتماد بالای الله میکنه. از غیر الله مکمل خدا قطع میکنه، رابطه خدا فقط به الله تبارک و تعالی اعتماد میکنه. این را میگه التزام عبادت و استعانت. هم در عبادت فقط التزام از این را داره که عبادت الله را بکنه و هم تمام مدد و کمک از الله تبارک و تعالی میخواه. پس از او بنده وقتی در این مقام برسه میدانه که من عاجزترین شخصیت هستم در مخلوق الله تبارک و تعالی و بسیار ضرورت دارم به الله خود تعلقی خود بگیرم. بنده وقتی که در حالت برسه که تمام مشکلات خود به یک الله حواله میکنه، از غیر الله مکمل روابط خود قطع میکنه. مثل که ابراهیم خلیل الله در این مقام میرسه ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، کل حالتهای خود به الله تبارک و تعالی حواله میکنه. اینطور شخص یقینا در جمله منعم علیهم داخل شده میتونه. پس بندگان الله تبارک و تعالی مقامات آخریش دعاست، اظهار عاجزی برای یک الله تبارک و تعالی کردن. اینمی رازی بندگی الله بود که بنده کامل کسی است که در هر حالت به الله تبارک و تعالی عاجزی بکنه و از الله تبارک و تعالی مشکل و حاجت خود بخواه. معلوم شد که اصل مقام بندگی همیسته. خب با تاسف که اینمی مقام بندگی را امروز ما مردما میبینیم که نعوذ بالله امی مقام بندگی را به الله نکردن، به غیر الله میکنن. نعوذ بالله در هر مشکل و حاجت خود به غیر الله توجه داشته، اعتماد داشته، طمع داشته، از او خوف دارن. این مقام خیلی مقامی است که انسان در بدر میکنه. دوم لطیفه یا ثمره سوره فاتحه بیان مخمسات است. بعضی علما و مفسرین الله در عمرشان برکت پرته بعد از تأمل بیان ازیره میکنه که در سوره فاتحه اموری که پنج است، یعنی پنج چیز در سوره فاتحه ذکر شده. اول چیزی که پنج ذکر شده اقسام شناخت الله تبارک و تعالی است. این را به نام اقسام معرفت الله یاد میکنه، یعنی 5 قسم راه شناخت الله تبارک و تعالی در سوره فاتحه برای ما ذکر شده. یادتان باشه شناخت الله تبارک و تعالی از طریق ذات نمیشه. ذات الله تبارک و تعالی قابل ادراک نیست. لا تدرکه الابصار،
دیده ها و نظرهای بندگان الله تبارک و تعالی الله را درک کردن نمیتونه. چرا؟ لیس کمثله شیء. انسان آن چیزی را درک کرده میتونه که موجود باشه، شی باشه و تو دیده بتانی به یکی از حواس خود، لیکن الله تبارک و تعالی قابل ادراک نیست. از او خاطر معرفت یا شناخت الله از رای ذات نمیشه، بلکه از طریق صفات الله تبارک و تعالی میشه. حالی چه قسم الله را بشناسیم؟ اول معرفت الله تبارک و تعالی، اول معرفت ذات الله تبارک و تعالی است. ده الحمدلله معرفت ذات الله است. چرا؟ به خاطری که او خالق است. ده الحمدلله ذکر شده. دوم معرفت صفت الله تبارک و تعالی است که الله چه صفتی داره. در رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین معرفت صفات الله است. الله تربیت تمام مخلوقات میکنه. الله مهربانی بالای تمام مخلوقات داره. الله تبارک و تعالی اختیارات روز جزا را داره. ثواب و عقاب الله تبارک و تعالی به بندگان خود میده. سوم معرفت حق از اوست. الله چی حقی بالای بندگان داره. ما در اوجه ذکر میکنیم ایاک نعبد، عبادت حق الله تبارک و تعالی است. از امو خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرای معاذ رضی الله عنه به یک مرکب سوار هستند. الله اکبر. حدیث پیغمبر فوایدی را بر ما بازگو میکنه که آدم حیران میمانه. پیغمبر یک لحظه عمر خود همونطور هدر تیر نکرده. اگر یک صحابی در مرکب امرایش سوار است، دمو لحظه هم تعلیم دین میکنه و با بزرگترین صحابی خود تعلیم دین میکنه. آن چیزی که خیلی ضرور است و یک بنده مومن باید به او توجه بکنه، امور به یادش میده. و معاذ رضی الله عنه میفرماید اتدری ما حق الله علی چیست عباده؟ تو میدانی که حق الله بالای بندگانش چیسته؟ معاذ رضی الله عنه میگه الله و رسوله اعلم. الله و پیغمبرش میدانه. ای پیغمبر الله تبارک و تعالی. و پیغمبر الله دا جواب میگه، معاذ رضی الله عنه را تعلیم میده که حق الله علی عباده ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله بالای بندگان چیست؟ پیغمبر علیه السلام بیان میکنه که یک عبادت الله را بکنه، امرای الله شریک نسازه. گوشتان خوب بگیره. پیغمبر دو جمله را بیان میکنه و دو جزء بیان میکنه. یکی حق الله است که عبادت الله را بکنی. مراد از عبادت الله تبارک و تعالی است که طور نمیشه که انسان دعوای بندگی و ایمان بکنه ولی عبادت نمیکنه. مثل که اصحاب نعوذ بالله یا صاحبان دعوای دروغین امروز است. یک تعداد مردم میگه ما در مقام و منزلت رسیدیم که دیگه برای ما مکلف به انجام نماز نیستیم، روزه نیستیم. چرا؟ ما در مقام یقین رسیدیم، در مرتبه رسیدیم که نعوذ بالله در وجود الله ما فنا شدیم. و این اصطلاح کاذب و دروغ خلاف شرعنا مردم کشیده فنا فی الله. این مقاماتی که به نام اهل تصوف اینمی طور مراتب تعیین میکنه که فنا فی الله است، در عین الله فنا میشه، بیخی وجودش از بین میره، وجودی ازی وجود الله میگرده. این بسیار عقیدی باطل و بسیار قول کاذب و دروغ است. مردم در بدر کرده. تأسف است که دمی کابلتان اینطور مردمایی که ترجمه قرآن کریم هم میکنه و هم از طریق رادیوهایی سخن میگه. تو چطور عالم هستی که این قول تو به مردم ده حتی به رادیو بیان میکنی؟ تو عالم چه قسم هستی؟ کدام کلمه در از زبان مبارک پیغمبر برآمده که گفته باشه ما در فنا فی الله هستم، یا یک صحابی گفته باشه یا یک تابعی گفته باشه که فنا فی الله است؟ این لفظ و کلمه مخترع و لفظ بدعت است. و اینمی عقیده امو کسانی هستند که قائل به وحدت الوجود است و بزرگترین کفر است نعوذ بالله که الله را محو میکنی در وجود مخلوق حادث. افسوس است این ملت بیچاره نمیفهمه. الکی لطایف است، الکی مراتب و مراحل است. این فلان ذکر است، اول درجه است که چیستی فنا میشی به سوی الله، دعوت به سوی الله میکنی، باز بعد از در مقام میرسی که فنا فی الله میشی. و اینجا از حدیث دلیل میگیره که پیغمبر علیه السلام میگه برای ما بزرگترین رای که سبب نزدیکت به ما از فرایض است، لیکن بنده ما وقتی که فرایض تکمیل کنه بعد از نوافل شروع کنه در درجه میرسه که ما گوشش میشم، ما چشمش میشم.
همین مردم چی میگه اینجا ای آدم فنا فی الله میشه، حالی عین الله میگرده. دروغ میگی، تو حدیثی پیغمبر یاد نداری، لیس کمثله شیء. اونجا نصوص قرآن نمیشنوی، تو چطور عالم خدا میگیری و به مردم ترجمه قرآن کریم میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی؟ اونجا معنا این نیست که الله عین گوش شوه، اونجا معنا ایست که آلی تو آنقدر مرتبه و مقامی را پیدا میکنی که هر چیز میشنوی کلش فقط و فقط آن چیزی است که الله میپسنده، چیزی را میگویی که الله میپسنده، چیزی را میبینی که الله میپسنده. یعنی آلی تمام حرکات و اقوال و اعمال تو مطابق دستور الله تبارک و تعالی میباشه. در این حالت میرسی. بسیار اصطلاح محدث و بسیار عقیده باطل است. یادتان باشه شما کتابا را مطالعه بکنی، اصطلاحات میآید، بدانی ایره که قول باطل و مخترع است. چرا مخترع و باطل است؟ در یکی از حدیثای پیغمبر نامده که فنا فی الله، در عین الله نعوذ بالله فنا شدن، وجودت گم میشه، وجودی تو وجود الله تبارک و تعالی میگرده. نعوذ بالله وجودی تو محدث است، نو پیداست. تو در نعوذ بالله بعد از تمام طعام خوردن در کناراب نمیری، در قضای حاجت نمیری. او بدبخت چطور میگی که ما فنا فی الله شدن؟ الله خو به این کارا ضرورت نداره. نعوذ بالله بسیار بدبختی است، بسیار کلمه کفر است. یادتان باشه اینی حالت است که معرفت الله تبارک و تعالی حق معرفت بندگیش و عبادتش نمیسته. از او خاطر پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه میفرماید که حق الله است که عبادت به الله بکنی. اگر کسی عبادت نمیکنه و میگه من در مقامی رسیدم که همه چیز معاف شده، امروز در کابلتان همچو مردما موجود است و ادعا داره، میگه ما در مرتبه یقین رسیدیم. حالی که ما در مرتبه یقین رسیدیم، حالی دیگه برای ما ضرورت نیست نماز بخوانیم، روزه بگیریم. وقتی تو برش میگی حتی در جماعت حاضر نیست، شما خود بگویید یکی از جمله ارکان مهم و ضروری که بسیار مهم است حضور جماعت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی آدمی کوره در حالی که دشت بیابانی مدینه منوره یک دم حشره و امور موزی داره، یعنی چیزی که اذیت میرسانه، به پیغمبر میگه آیا ما به جماعت نبیم؟ چطور است؟ مدینه بسیار کثیرت الهوام است و چیزای حشرات موزی داره، ما چطور بکنم؟ پیغمبر علیه السلام اول اجازه میده، لیکن پسا میگه آیا ندا یا آذان میشنوی؟ گفت بله. گفت نه، تو باید در جماعت حاضر شوی. اما این پیری بدبخت، این به نام مرشد و پیر که مردم تعیین کرده، در کل عمر در مسجد حاضر به جماعت نمیشه. چطور این را فریب میده مقتدیای خدا، تابعدارای خدا؟ نمازی ما امرای این مردم نمیشه. دیگه مردم کلش کافر میگه نعوذ بالله، قابل ازی نیست که قطعی ازی نماز بخونه. لیکن اونجا ما میبینیم عبدالله ابن ابی ابن سلول که با پیغمبر مکمل واقف است، الله برش گفته که رئیس المنافقین است، اما در صف کی قرار داره؟ در نماز در صف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مقام و منزلت پیغمبر بالاست یا از پیر بالاست؟ پیغمبر در اونجا نماز قطع کل صحابه، حتی در بین صف صحابه بالنص و به معلومات الله برای پیغمبر معلوم است که اینجا در این صفا منافقین است. پیغمبر جماعت میخوانه، اما این جناب در کل عمر در مسجد نمیره، جماعت نمیخوانه. او مسلمان، تو خیلی یک کمی بدان، این قدر خوبت درک بکنی. چرا این منزلت و مقام اعلام میکنی؟ و آیت قرآن تحریف میکنه، میگه وعبد ربک حتی یأتی اکل یقین. مراد از یقین یقین قلب میگه، حالا که اونجا مراد از یقین مرگ است. به تفسیر صحابه کرام تو از خود تفسیر کرده نمیتونی. وقتی تفسیر ثابت شوه از زبان مبارک پیغمبر یا از زبان صحابه، باز تو دو تغییر و تبدیل آورده نمیتونی. اونجا مراد از یقین مرگ است. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا مرگ عبادت الله را کرده یا نکرده؟ در حدیث چطور آمده؟ پیغمبر در حالت مریضی، در حالی که صحابه کرام 3 صحابی پیغمبر گرفت از شانه‌هایش و پایای مبارک در زمین کشال است، همینطور چیستا میخوره، کش شده میره. پیغمبر علیه السلام در جماعت آورده استاد کرده در پالی ابوبکر رضی الله عنه. او در او حالت که سخت مریض است،
الله اکبر. باز پیغمبر علیه السلام بیهوشی سرش میاد، میره غسل میکنه، باز استاد میشه در عبادت، باز بیهوش میشه، باز میره غسل میکنه، باز بیهوش میشه. حدیثای پیغمبر را بخوانید. خو همین نماز قطع نمیشه. در عین جهاد و مبارزه و قتال با کفار نماز معاف نمیشه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شمشیر زنی است، لیکن طایفه ها دو تا شوه، یکی در مقابل کفار و یکی نماز بخوانه. امروز پیرای مخترع و گمراه و جاهل آمده و یا ای گپا را میزنه که نه معاف است. بله، یکی زهد است. زهدی را میگه آدم ترک دنیا را بکنه، از ملذات دنیا یک کمی اجتناب میکنه، بسیار فرو و غرق نمیشه. تو هم نیسته که دنیا را نعمتایش قطعا ترک بکنه. یا تزکیه است، از رای قرآن و حدیث خود پاک میکنی، تعلیم و تدریس میکنی. در حدیث به نام ورع آمده، تقوا. در حدیث به نام رقاق آمده، در که آدم انسان قلبش نرم شود، توجهش طرف آخرت پیدا شود. در حدیث به نام زهد آمده. اگر این کلمات مقصودی تصوف همین کلمات باشه، باز هیچ گپی نیست. یقینا قربان امو رهنما و رهبری که یقینا مریدای خدا، تابعدارای خدا از رای کتاب الله و سنت رسول الله به می مقامات میرسانه، یا را تعلیم میده. این حق است و ثابت است. اما اگر نام تصوف عبارت از اونمو بدبختی های باشه که امروز شما تصویرایشان در حلقات به نام ذکر میبینی، شما امو مراکزی که امی مردم ادعا داره یک دفعه بره امتحان بکنی که دو مراکز به کدام کیفیت ذکر میشه، عبادت الله میشه. کیفیت عبادت الله باید به حدیث ثابت باشه، طریقه پیغمبر باشه، یا برای ما ثبوت بیاره که کدام طریقه ذکر یا میکنه در یک حدیث پیغمبر برای ما ثابت بکنه. این نیست که انحراف در دین میاد. رای پیغمبر اعلام میشه، شارع دیگر پیدا میشه، نعوذ بالله. مخترع کسی که اختراع حکم طریقه عبادت میکنه او دیگه پیدا میشه و تو را از دو طریقه عبادت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برمیگردانه به طریقه دیگه. اینی گپی غلط است. در حدیث پیغمبر این می گپ ذکر شده، یعبدوه که عبادت الله را بکنه ولا یشرک به شیئا. تنها عبادت الله کفایت نمیکنه. لا اله الا الله هست، نگفته که الا الله نیست قابل پرستش به جز از الله. به الله عبادت بکو، از دیگران نفی بکو، دیگه کسا را قابل عبادت ندانی، حق عبادت برش ندی. مؤمن وقتی مؤمن میشه که دو قدم ورداره، یک قدم اثبات است که حق بندگی را به الله ثابت کنی، دوم قدم نفی است که در امره الله در عبادت کسی را شریک نکنی. اون وقت ایمانت کامل میشه و تو مؤمن واقعی میشی. اگر تمام روز نمازا خو میخوانی بندگه که مؤمن خو، لیکن میگی نظر به نام غیر الله بالکل جایز میدانی، به نام بیبی و سخی میکنی، تو در وقت دعا و طلب حاجت خدا از غیر الله میکنی، به غیر از بیت الله در یک جای دیگه طواف میکنی، تو در این صورت یا ذبح به نام غیر الله میکنی، باز دیگه تو مؤمن گفتن نمیشی تا وقتی که کفر به طاغوت نکنی، شرک از به الله تبارک و تعالی نکنی. اون وقت بری تو معلوم میشه. اینجا برات معلوم شد که حق الله نمیسته و حق بندگان الله بالای الله چی است. بگوی وقتی که پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه این حق میگه، حق بندگان الله را پرسان میکنه و جواب میگه. حق بندگان الله و حق العباد علی الله کدام است؟ که داخل کنه بندگان خود در جنت در صورتی که توحید الله را، یعنی عبادت الله را کرده باشه و شرک امرایش نکرده باشه. این حق بندگان الله بالای الله داره. چی رقم داره؟ الله سری خود لازم کرده، وعده کرده که اگر بنده ما شرک نکرد آخر الامر بنده در جنت داخل میشه. از امو خاطر مؤمن واقعی اگر هر قدر گناه سختم کرده باشه، توبم نکشیده باشه، در مشیت الله تبارک و تعالی قرار داره، یا الله همونطور معاف میکنه. اگر همونطور معاف نکرد به اندازه گناه خود در جهنم تیر میکنه. بعد از او عذاب جهنم مکفر است، از بین بردنی است، برای توهین مؤمن نیست، برای از بین بردن هم گناه است. وقتی که مقابل گناه ها مجازات در انتهای خود رسید، بعد از بنده گناهگار خود پس در جنت میاره. چرا؟ به خاطر که عقیده توحید داره. اما اگر شرک کرده بود بس دیگه
این تقاضا را نکو ولو که 100 سال و 200 سال و 1000 سال عبادات الله تبارک و تعالی را کرده باشی. شرک گرفت تو را در بدر خاک بسر کرد. اینجا براتان معلوم میشه که در اینجا معرفت حق الله تبارک و تعالی. معرفت حق الله چی بود؟ ایاک نعبدو، خاص برای تو عبادت میکنیم. آلی چهارم در اینجا حق راه رسانیدن به حقوق او. چرا ما میتونیم که به حق از او رسیده بتانیم؟ راه رسیدن توسط دعا میشه که اهدنا الصراط المستقیم. همیشه دعا کنیم، طلب بکنیم. پنجم قسم اهل طریق، کسایی که قابل اقتدا و پیروی هستند، کدام هستند؟ کسانی هستند که منعم علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. همراهی که 4 جماعتی که ما و شما تشریح کردیم یک جا شدیم، از امو صفات قطع بر ما کل صفات یا یک صفت قطع ما موجود بود، اونو وقت دو زمره خود داخل کو و انعام الله تبارک و تعالی برات میشه. این 5 قسم معرفت در این سوره فاتحه بر ما ذکر شده بود. دوم قسم از جمله مخمسات یا 5 چیزی که در اینجا ذکر میشه انواع توحید بود، یعنی اقسام توحید. 5 قسم توحید در سوره فاتحه ذکر شده. اول توحید ذات است، الحمدلله. الله تبارک و تعالی ذاتش یکی است، هیچ کسی دیگر نیست که او خالق باشد. الحمدلله اشاره به همیسته که کل صفات کمال مخصوص برای کی بود؟ صفات الوهیت یعنی خالقیت مخصوص کی بود؟ پس ذات الله یکی است، دیگه الله نیست. دوم توحید ربوبیت بود. در تربیت کل عالم کسی امرای الله شریک است؟ نه ملک، نه بگوی پیغمبر، نه ولی، نه انس، نه جن. سوم قسم توحید اسما و صفات است، الرحمن الرحیم، مالک بگوی یوم الدین. چهارم قسم در اونجا توحید الوهیت است، ایاک نعبدو، عبادت مخصوص برای کی می باشه؟ الله تبارک و تعالی. پنجمم حکم است برای ما و شما. حکم چیست؟ فیصله کرده سر ما که ای بندگان ما از ما هدایت طلب بکنه، تو نشوه که مستغنی خود بگیره و ایج از ما چیزی را طلب نکنه، نه، همیشه هدایت از ما طلب بکنه. اهدنا الصراط المستقیم است. سوم قسم از جمله چیزای پنجگانه تخصیصات است. اول تخصیص حمد است برای الله، در الحمدلله. ما حمد و ثنا را کلش خاص برای کی کردیم؟ الله تبارک و تعالی. دوم قسم تخصیص صفات است. صفاتهای تربیت برای کل مخلوقات برای کی است؟ الله تبارک و تعالی. رحمان و رحیم کی است؟ اختیارات روز قیامت در جزا دادن کی اختیارات داره؟ تنها الله تبارک و تعالی است. تخصیص عبادت است دیگه. عبادت مخصوص کی است؟ الله تبارک و تعالی. تخصیص استعانت است، امداد جویی یا کمک طلب کردن از کی میشه؟ تنها از الله تبارک و تعالی. و در اینجا پنجم قسم هدایت در از چی است؟ در انعام. امی انعام کردن، منعم علیهم که انعام میکنه کی هست؟ کسی دیگه غیر از الله دیگه پیدا میشه؟ نمیشه. این هدایت انعام چیست؟ هدایت انعام میگه. چهارم قسم از جمله 5 چیزی که در سوره فاتحه ذکر میشه، 5 فرقه ذکر میشه، یعنی فرقه های صالح باشه یا غیر صالح باشه. اول او مردمایی هستند که حمد و صفت الله را میگه، به نام حامدون یاد میشه. در الحمدلله اشاره به می مردم است، امرای رب العالمین و الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا اونجا را. بعد از ایاک نعبدو اشاره به او مردمی هستند که وا عابدون است، یعنی عبادت الله را میکنه و از الله استعانت طلب میکنه. سوم قسم کسانی است که منعم علیهم است، الله سرشان انعام کرده. چهارم قسم کسانی هستند که غضب سرشان شده، مغضوب علیهم. پنجم طایفه کسانی هستند که ضالین است، یعنی گمراهان است. این 5 قسم طایفه ها در سوره فاتحه بر ما ذکر شده. در این سوره فاتحه 5 نام الله تبارک و تعالی به طریق صراحتا ذکر شده. اول نامش الله که در الله ذکر شده. دوم نام به نام رب که رب العالمین است. سوم نامش رحمان. چهارم نامش رحیم. پنجم نامش مالک یوم الدین که مالک است. 5 نام الله تبارک و تعالی در اینجا ذکر شده. قابل عبادت الله، تربیت الله تبارک و تعالی کرده و همچنان رحمت یعنی تربیت روحی را هم الله میکنه. گناه اگر از پیش سرزد شود توبه تو را قبول الله میکنه، رحیم است. و اختیارات جزا و ثواب و عقاب هم در پیش الله تبارک و تعالی است. ششم
قسمی که 5 چیز در سوره فاتحه ذکر شده او به نام 5 قسم عبادت است. تسمیه است بسم الله الرحمن الرحیم. یک قسم عبادت مدد جستن از الله است، یک قسم عبادت مدد جستن از الله است. از همون خاطر اگر کسی مدد غیر از الله می جوید اونمو نعوذ بالله مشرک گفته میشه، عملش شرک میگیم. از این خاطر الله فرمان داد که اقرأوا یا چیستا بخوانید شما بسم الله الرحمن الرحیم، یا ابتدی و شروع کنید در هر کار کرداریتان چی را؟ استعانت به نام کی؟ یک الله تبارک و تعالی. دیگر در اینجا یک قسم عبادت عبادت تحمید است، ثنا گفتن الله هم عبادت است. هر کسی که صفت میکنه باید صفت یک الله تبارک و تعالی بکنه. کدام قسم صفت؟ صفتی که خاص است برای الله که او را ما صفات کمال یا صفات الوهیت گفته بودیم و تشریحش کرده بودیم که راجع به دو صفت میشه، یکی قدرت و کارسازی، دوم علم بگه محیط. از همون خاطر است که هر فرقه باطل همیشه این دو صفت عقیده داره که یکی تصرف به غیر الله ثابت میکنه، دوم علم محیط ثابت میکنه و ایرا به نام چی یاد میکردیم؟ عبادت به نام تحمید، حامدون حمد الله را صفت الله را خاص برای الله میکرد. سوم قسم عبادت یعنی عابدون است، ایاک نعبدو که عبادت الله را میکنه. چهارم قسم استعانت است، ایام یعنی مدد طلب کردن هم قسم عبادت است. پنجم قسم دعاست که اهدنا الصراط المستقیم. معلوم شد دعا عبادت، استعانت طلب کردن عبادت، عبادت کردن برای الله یعنی سجده، نماز، هر کاری که پسندیده باشه، اگر قول باشه اگر عمل برای الله عبادت است. حمد گفتن عبادت است، استعانت طلب کردن عبادت است، مثل که در سوره فاتحه در اینجا ذکر شد. هفتم قسم 5 چیزی که در سوره فاتحه ذکر شده اشاره به سوی صفات الله است. صفت الله چی است؟ محمود است، حمد الله گفته شده. دوم معبود است، عبادت الله گفته شده، در ایاک نعبدو اشاره به اوست. مستعان است، در ایاک نستعین طلب امداد از الله خواسته شده. دیگه هادی است، چرا اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کننده الله تبارک و تعالی است. پنجم صفتش منعم است، انعام کننده الله تبارک و تعالی است. هشتم 5 چیزی که در سوره فاتحه ذکر میشه او مضامین قرآن کریم است. اول دعوا بود الحمدلله، باز در رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دلایل بود، این دو مضمون. سوم باز نتیجه بود که ایاک نعبدو و ایاک نستعین بود. چهارم قسم دعا بود که اهدنا الصراط المستقیم بود. پنجم 3 فرقه بود که یکی منعم علیهم، دوم مغضوب علیهم، سوم هم ضالین بر ما ذکر شده بود. نوم 5 چیزی که در سوره فاتحه ذکر شده او عبارت از 5 فرقه باطل است. اولش مردمایی هستند که نعوذ بالله مشرک هستند، یعنی عبادت برای الله میکنه به غیر الله هم میکنه. دوم دهریاست که مکمل وجود الله را منکر است. سوم کسانی هستند که الله را قبول داره خو نبوت یا پیغمبری را برای پیغمبر قبول نداره. او چهارم قسم اونمو کسانی هستند که قیامت منکر است. پنجم قسم کسانی هستند که وا مبتدعین هستند. یک 5 فرقه در سوره فاتحه ذکر شده. در الحمدلله رد بالای مشرکین است، چی در ایاک نعبدو یا در الحمدلله، چرا اونجا صفات الوهیت برای الله است و الوهیت تقاضای زیر داره که عبادت برای الله باشه. همچنان رد بالای دهرین است، چرا در الحمدلله که گفتیم الله موجود است، طور نیست که موجود نباشه. امی قسم رد بالای منکرین نبوت است، چرا طریقه و کیفیت عبادت بدون آمدن پیغمبر برای ما واضح نمیشه. و دیگه منکرین قیامت مالک یوم الدین دلالت بالای عظیم میکنه. امی قسم رحمان رحیم هم رحم الله نمیسته که پیغمبر روان کرده. و کسانی که مبتدعین است عبارت از مغضوب علیهم و گمراه است. دهم قسم که 5 قسم جمله در اینجا ذکر شده، این مسئله علم چیست؟ علم ادبیات عربی است که اول قسم جمله خبریه است در لفظ لیکن در معنا انشائیه است، مثل الحمدلله واره لفظش خبر است معنایش انشاء است. دوم خبری محض است، مثل ایاک نعبدو انشائیه محض، مثل اهدنا الصراط المستقیم. دیگه جمله اسمیه است مثل الحمدلله، جمله فعلی است مثل ایاک نعبدو یا ایاک نستعین، یا جمله هاست 5 قسم شد. سوم ثمره یا لطیفه که در سوره فاتحه ذکر میشه، اول آغاز سوره به رحمت شده،
ما بین سوره را الله تبارک و تعالی هدایت ذکر کرده، پایان یا خاتمه سوره را الله تبارک و تعالی نعمت خود ذکر کرده. آلی نعمت الله را چه قصر یک بنده حاصل میکنه؟ بهرهمندی یا فایده گرفتن از نعمت الله به مقدار هدایت است. هر قدر که تو هدایت حاصل کرده ای، امو قدر نعمت الله بری تو حاصل میشه. خو هدایت مقدارش توسط چی میشه؟ توسط رحمت الله تبارک و تعالی، که هر قدر مقدار از رحمت الله بری تو نصیب شده، امو قدر هدایت برات حاصل میشه. او رحمت الله تبارک و تعالی تعلق به شناخت درست الله تبارک و تعالی داره. هر قدر که تو الله را بشناسی، به او عبادت بکنی، امو قدر رحمت الله سرت میشه. پس از او خاطر است که تو باید بدانی که الله را کوشش کنی که الله را بشناسی. از امو خاطر یکی از جمله توحید یا عقیده یکتاپرستی توحید اسما و صفات است، که ما الله را از راه صفاتش بشناسیم که الله کدام ذات است. ولی با تاسف بخش عقیده در کل عمر مولا امام مسجد برای مردم بیان نمیکنه. حتی در مدارس ما در پاکستان که درس خواندیم، یک کتاب عقیده که یقینا عقیده اهل سنت و الجماعت بیان میشد خوانده نمیشد. عقیده تحاویه مشهور کتاب عقیده است و یک عالم بزرگ حنفی امام تحاوی رحمت الله علیه متنش ذکر کرده. تشریح حضور واقعا یک شخصیت عالمی با انصاف به نام ابوالعز شرح کرده. حتی طایفه های مذاهب دیگه هم امی کتاب عقیده را میخونه. خدا کل مدارس پاکستان امی کتاب خوانده نمیشد. شرح عقاید به نام کتاب، ابوالمنتهی به نام کتاب، تا امروز در مدارس افغانستان و در مسجدها به نام نور و ظلم خوانده میشه. در اونجا حدیث موضوعی است. پیغمبر علیه السلام در اونجا میگه نعوذ بالله این حدیث موضوعی است، از خود ساخته. من میگه از نور الله پیدا شدیم، نعوذ بالله، در حالی که پیغمبر از مادر تولد شده یا نشده. تا امروز ملاها و فرقه های خرافی امی عقیده را داره، میگه پیغمبر نور است، میگه ایج نعوذ بالله وجود نداره. سایه میگه نداشت، نعوذ بالله. این بدبختا تا این اندازه را ملای بزرگی کابلتان که در هر جنازه گریان میکنه، خیلی شهرت هم داره، علم نداره، و خودش قائل به ایسته. در یک مجلس که بسیار علما و دکترا دایش نشسته است، امی گپ میزنه، خو یک عالم رد نمیکنه. این علما ما چون به الله چی جواب میگه؟ الله رحم بکنه. در این روزا در یک جای جلسه بوده، یکی از جمله کسایی که خود دعوای مرشد بوده را میکنه لیکن علم نداره، او میگه خبر داری ای مردم؟ میگه مولانای روم گفته که غزنی و عرش یک طبقه است، لیکن طبقه غزنی از عرش کده بهتر است. طبقه غزنی از عرش کده بهتر است. گوشتان آواز کنی. کسی که مجردی شمه از عقل داشته باشه، آلی میدانه خرافات ازیره. اگر مولانای روم امی گپ گفته باشه، سخت ظلم کرده، خطا شده. اگر شما علما را میگیم شاید این نسبتا برش غلط باشه، کسی غلط نوشته کرده باشه، ما گمان نیک سرش داریم. خب اگر امی عقیده را خودش داشته باشه، اشتباه کرده، سخت خطا کرده. چرا؟ اون دلیلش چیز ذکر میکنه، میگه طبقه غزنی از عرش کده بهتر به خاطری است که در اینجا اولیاء هست. خب گوشیتان آواز کنه، کدام نص آمده، کدام دلیل قرآن حدیث آمده که گفته یک سرزمین در افغانستان به نام غزنی است و در اونجا اولیاء زیاد است و طبقه از او بزرگ میشه از عرش کدم؟ کدام نص وجود داره؟ پیغمبر علیه السلام میشناخت که در افغانستان یک منطقه به نام غزنی است؟ کلا، در یک جا هم کسی ذکر نکرده. اگر گپ در سر اولیاء باشه، باز خود تو بدبخت باید بدانی که در مدینه منوره جسد مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وطن مبارک مرکز اسلام مدینه منوره است که اسلام از اونجا منتشر شده. بلا شک و شبهه در اونجا مدفن صحابه کرام و صحابه که به نص حدیث خود پیغمبر به زبان مبارک شهادت داده که یا جنتی هستند. نگفت اصحاب بدر در اونجا دفن نیست، عشره مبشره در اونجا دفن نیست، اصحاب بیعت و رضوان در اونجا دفن نیست؟ باز خود دیگه مدینه منوره بعد از طبقه کی بالا شوه؟
بگوی عرش بالا شوه، نه طبقه غزنی. خود تو بدبخت برای گمراهی مردم ای گپا را میزنی. عجیب پیری هستی. در اونجا بسیار علما این لنگی کتا کتا نشسته است، خو یکی امی سخن رد نمیکنه. عوام بیچاره فکر میکنه اوه خیر اصل آدم باید از کابل کوچ کنه در غزنی؟ چرا یک منطقه که از طبقه عرش کده بهتر باشه آدم در کجا زندگی کنه؟ بگوی در اوجه زندگی بکو که از عرش کده بهتره. برو در غزنی زندگی رو اختیار کو. از امو خاطر مردم عقیده پیدا میکنه که وای 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 در غزنی که کدام جا گنبت ببینی باید در اونجا بروی، چرا که اولیاست. از امو خاطر عقیده غلطی مردم است. چی میگن عوام؟ چی میگه؟ بگوی مردم. عوام میگه یک چند زیارت کم بود شد، وگرنه کعبه در اینجا جور میشود. کعبه اولین مقامی که در دنیا الله تبارک و تعالی پیدا کرده کیست؟ بگوی این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اولین مقام است. لیکن این بدبختا میگه چند زیارت کم بود شد. این کعبه یا بیت الله جور شدن به خاطر زیارت ها بود. زیارت کجا است؟ تو یک نص پیدا بکو که ولی است در اونجا، برای من نشان بده. ولی را میشناسی؟ این عقاید خرافاتی مردم است. خب بدانی این نیست. وقتی که ما این سخنا را رد میکنیم برای از اینکه مردم ما عقیده قرآن پیدا بکنه، عقیده به یک الله تبارک و تعالی بکنه، مردم فریب میده میگه سیکو این وهابیا پیدا شده اولیا را قبول نداره. ما اولیا را قبول نداریم. هر کس که اولیا را قبول نداره او چیست؟ کافر. چی است بگه؟ خب ولی کی است که ایمانی صحیح داشته باشه؟ یک آدم که قرآن ندانه ولی شده میتونه؟ یک آدم که عمل به قرآن نکنه ولی شده میتونه؟ یک آدم که تقوا نداشته باشه کلی عملش موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی شده میتونه؟ از کجا ولایت حاصل کردن؟ عجیب نیست؟ اینجا شما بدانی که الله تبارک و تعالی در اینجا امو فرقه هایی که نعوذ بالله هدایت گفته بودیم که هدایت نعمت الله تبارک و تعالی به اندازه هدایت است، هدایت الله به اندازه رحمت است. رحمت الله زمان میشه که عمل به کتاب الله شوه و ما الله تبارک و تعالی را بشناسیم، مطابق از او عمل بکنیم. او اینمی قسم مردمایی که از درس قرآن کریم محروم است و چه قسم به این رحمت الله تبارک و تعالی دست پیدا بکنه. این مردمی هستند که نعوذ بالله علم ندارن، مسائل خرافاتی را به مردم نعوذ بالله ذکر میکنه و سبب بدبختی مردم میشه. در اینجا دیگه لطیفه یا ثمره سوره فاتحه است که الله تبارک و تعالی 5 اسم خود در اینجا ذکر میکنه. الله تبارک و تعالی کلمه الله را ذکر میکنه، نام الله است. چرا در اینجا الله ذکر میکنه؟ مثل که برای بنده خود الله خطاب میکنه که ای بنده ما تو را ما پیدا کردیم، خالق مستم، پس ما خالق هستم که وقتی تو را پیدا کردیم بعد ما را پرستش کنی نه کسی دیگر. چرا که الحمدلله کل صفتهای کمال مخصوص الله است. دوم رب نام الله ذکر شده، اشاره به این میکنه که بنده ما با صورتهای متنوع و مختلف تربیت تو را میکنم. از نگاه بگوی بدن و جسم، از نگاه روحی تو که ما انتظام کردیم بدن چه قسم تربیت شود، رزق و روزی را پیدا کردیم، راه های متنوع برای تربیت جسمت پیدا کردیم، همین قسم برای تربیت روحی چی استعدادی برات دادیم، چی فکری برات دادیم، چی قابلیتی برات دادیم. این کلش پس رب مستم. وقتی که رب شدم باید عبادت امام شود، مالک متصرف مرا بداری نه کسی دیگره. سوم نام در اینجا رحمان ذکر شده. ای بنده ما اگر تو عصیان و نافرمانی میکنی خب میبینی نعوذ بالله میری با بت سجده میکنی، نعوذ بالله با آفتاب سجده میکنی، با درخت سجده میکنی، با مخلوق سجده میکنی، خب میدانم که نافرمانی است. خب بازم پرده را سرت انداختن. شب زنا میکنی، اگر صبح میخیستی و در پیشانیت نوشته میشد که زانی، دیگه نخواد از خانه برآمده میتونستی، نخواد طرف کاریت رفته میتونستی، لیکن الله پرده سرت آورده. چقدر رحمان ذات است. ای بندم بدانی که من ذات رحمان هستم، باید به من عاجزی بکنی. بله اگر بعد از گناه توبه میکنی من رحیم هستم.
گناه تو را واقعا اگر تو واقعا به الله رجوع بکنی قبول کننده گناه کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. از او خاطر میگه من رحیم هستم. بعد از او الله تبارک و تعالی یعنی من مغفرت میکنم. خب آلی من مالک هستم، میتونم یعنی این در اختیاری مسته که در مقابل بعضی نافرمانی هایت تو را جزا بدم. از این خاطر باید تو خوف داشته باشی، اینطور از گناه هایت به امن نباشی که برو من گناه میکنم کسی نیست که مرا مؤاخذه بکنه. نه، مالک یوم الدین من هستم که تو را جزا داده میتونم. دیگه از جمله ثمرات سوره فاتحه در اینجا بیان تمام اقسام انسان هاست. اول قسم، سه قسم اقسام انسان هاست. اول عالمی که با عمل باشه، من عملیهم طایفه هست که هم علم داره و هم عمل سرش میکنه، هم الله را میشناسه، هم صفات الله را، هم حق الله را، هم دعا میکنه. اینمی طایفه به نام منعم علیهم یاد میشه. الله تبارک و تعالی از این جمله مردم ما را شمار بکنه. دوم مردم عالم خواست میدانه لیکن عمل سرش نمیکنه، مثل یهود دواره مغضوب علیهم طایفه است که علم داره لیکن عمل نداشتن، از او خاطر عملشان تکذیب امو گفتارشان میکنه. الله ما را نگاه کنه به خاطر که ما در زبان یک چیز بگویم اما در عمل و فعل دیگه قسم باشیم. سوم طایفه نه علم داره بگوی و نه عمل داره، او ضالین است، گمراهی که بیچاره الله را هم نشناخته، حالاتشان خراب است. از او خاطر این طایفه را به نام طایفه ضالین یاد میکنه. این ثمرات و نتایجی است که در سوره فاتحه برای ما و شما به طریق مختصر ما براتان گفتم. سوره فاتحه را واقعا علما مفسرین تحقیقاتی کرده، باریکاتی از این سوره کشیده که یقینا انسان حیران میمانه که سوره فاتحه چقدر علوم جمع کرده. مفسرین در این مورد یقینا عرق ریزی کرده و مختلف نوع علوم تنها در سوره فاتحه جمع کرده کشیده. از اینجا بر ما واضح میشه کتاب الله تبارک و تعالی قرآن کریم یک بحر عمیق بی سر و پا است، انتها نداره. هر عالم و مفسر تأمل کرده، تدبر کرده، مختلف نوع جواهر از این کتاب الله کشیده. انسان در حیرت باقی میمانه. از امو خاطر عجایباتی کتاب الله منتهی نمیشه. هر قدر دنیا پیشرفت میکنه، هر قدر دنیا قدم دیگه به ترقی و پیشرفت میگذاره، امو مصداق واقعی و حقیقتهای واقعی قرآن کریم دیگه هم منکشف میشه. اگر وسایل پیشرفته میشه تمام عجایبات قرآن کریم دیگه هم چی میشه؟ برملا و واضح میشه. از این خاطر یگانه کتابی که انسان در قلبش اطمینان پیدا میکنه برای حقگویی و اعجازش، صداقتش، غیر از کتاب قرآن دیگه نیست که در سوره بقره بر ما بیان میشه. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.